سلام. توی صنعت رستورانداری یکی از نکاتی که باید کارفرما و سرمایه‌گذار باهاش در ارتباط باشه و ازش خبر داشته باشه اینه که ریسک سرمایه‌گذاری چقدره، میزان هزینه‌ای که قراره بذاره چقدره، بودجه بندیش به چه نحوی باید باشه. توی صنعت رستورانداری ما 3 دونه هزینه داریم. هزینه ثابت که شامل رهن رستوران، هزینه دکوراسیون، هزینه هایی مثل تجهیزات میشه. توی بحث هزینه های جاری شامل پرسنل، تعداد پرسنل، هزینه آب، برق، گاز و تبلیغات میشه و هزینه سوم هم هزینه روزانه است که شامل خرید مواد اولیه میشه. وقتی که این 3 هزینه رو شما داشته باشی میدونی آقا در ماه چقدر باید هزینه کنار بذاری که رستورانت سرپا بمونه. متاسفانه بعضی از کارفرماها با مشکلات زیادی میرن یه رستوران افتتاح میکنن و بعد از چند ماه متوجه میشن که مثلا 100 میلیون 200 میلیون هزینه چه رستورانشون کار بکنه چه کار نکنه، باید هزینه بابت پرسنل و تبلیغات یا حالا پول آب و برق و گاز، پول اجاره رستوران پرداخت کنن. اگه اینا شما رو بدونید میدونید آقا بودجه بندی رستورانتون به چه نحوی است و ریسک سرمایه شما به چه نحوی است و باید اونو مدیریت کنید. پس حتما توی بودجه بندی و ریسک سرمایه گذاریتون قبل از اینکه رستورانتون رو بخواید باز کنید رعایت کنید که بعدها به مشکل نخورید.